سلام به همگی. امروز میخوایم با هم بریم سراغ یکی از نفسگیرترین و مهمترین داستانهای شاهنامه فردوسی. داستانی درباره پادشاه شیطانی به اسم ضحاک که مارهایی از روی شونه‌هاش بیرون زده بود و البته قهرمانی که قرار بود به 1000 سال حکومت ترس و وحشت اون پایان بده. خب داستان ما از یه جای خیلی وحشتناک شروع میشه. از یه نفرین، ضحاک، پادشاهی که روی شونه‌هاش 2 مار سیاه رویده بود. این مارها فقط با یه چیز آروم میگرفتن، مغز سر انسان. این نفرین که یه جورایی نماد خود فساد و قدرت بی حد و مرزه شروع یه دوران خیلی خیلی سیاه بود. ببینید حکومت ضحاک یه دوره سخت معمولی نبوده، نه. صحبت از 1000 ساله، 1000 سال تاریکی مطلق که توش عقل و خرد کاملا کنار گذاشته شده بود و شرارت قانون اصلی سرزمین بود. فقط یه لحظه فکرش رو بکنین. 1000 سال. یعنی برای 1000 سال هر روز صبح که خورشید طلوع می‌کرد برای مردم شروع یه فاجعه جدید بود. چون اون نفرین هیولایی ضحاک هر روز باید بهار سنگین و خونین خودش رو می‌گرفت. بله، هر روز 2 جوون باید قربانی می شدن تا مغزشون خوراک مارهای ضحاک بشه. این آیین وحشیانه ستون اصلی قدرت ضحاک بود. یه جور تزریق روزانه ترس که کل سرزمین رو فلج کرده بود. ولی خب همیشه تو دل تاریکی هم یه نوری پیدا میشه، نه؟ درست تو آشپزخونه خود ضحاک 2 آشپز شجاع یه نقشه مخفیانه ریختن. اونا هر روز جون یکی از اون 2 قربانی رو نجات میدادن و مخفیانه میفرستادنش به کوهستان و اینجوری داشتن آروم آروم بذرهای یک ارتش رو برای آینده میکاشت. ولی هیچ قدرتی هر چقدرم که مطلق به نظر بیاد تا ابد باقی نمیمونه. بزرگترین ترس هر دیکتاتوری کابوسیه که خبر پایانش رو بهش میده و ضحاک هم از این قاعده مستثنا نبود. خب چطور ممکنه یه همچین حکومتی بعد از 1000 سال تموم بشه؟ جوابش نه تو میدان جنگ که توی خواب خود ضحاک پیدا شد. یه کابوس وحشتناک که سرنوشت شومش رو براش فاش کرد. و این پیشگویی، وای، این اولین جرقه امید بود. برای اولین بار دشمن ضحاک یه اسم پیدا کرد. فریدون، قهرمانی که هنوز به دنیا نیومده بود ولی سرنوشتش از قبل برای نابودی ظلم نوشته شده بود. خب طبیعتاً ضحاک وقتی اینو شنید وحشت کرد. دیوانه‌وار شروع کرد به گشتن تا اون بچه فریدون رو پیدا کنه. اما نمیدونست که سرنوشت همیشه راه خودشو پیدا میکنه. بس جوونی فریدون یه جورایی داستان فرار و مخفی شدنه. مادرشون رو از چشم مامورای پادشاهی که دنبالش بودن پنهان نگه می داشت تا روز موعود برسه. و این همون لحظه‌ایه که همه چیز عوض میشه. وقتی فریدون بزرگ میشه و از حقیقت باخبر میشه، از اینکه پدرش چطور کشته شده، اون پسر جوونی که تو کوهستان پنهان شده بود تبدیل میشه به یه قهرمان تشنه انتقام و عدالت. خب یه قهرمان تنها که نمیتونه کاری از پیش ببره، درسته؟ به یه ارتش احتیاج داره و جرقه این ارتش نه از طرف یه شاهزاده که از طرف یه مرد معمولی و داغ دیده زده شد. تو اوج ناامیدی یه آهنگر به اسم کاوه که بچه‌هاش قربانی مارهای ضحاک شده بودن وارد دربار شد و فریادی زد که تاریخ رو تغییر داد. فریاد درد شخصی اون تبدیل شد به فریاد خشم یک ملت. بعد یه کار فوق‌العاده کرد. همون پیشبند چرمی کارش رو در آورد، زد سر یه نیزه و بلندش کرد. همین. اون تکه چرم ساده تبدیل شد به پرچم قیام یک ملت علیه ظلم. یه نماد قدرتمند که تا همین امروز هم تو تاریخ ما زنده است. این پرچم که بهش میگن درفش کاویانی چیزی فراتر از یه تیکه چرم بود. نماد امید بود. مردم ستمیده دورش جمع شدن و ارتشی رو تشکیل دادن که آماده بود پشت سر فریدون بایسته. حالا دیگه همه چیز آماده است. فریدون با اون ارتشی که کاوه براش جمع کرده بود راه افتاد به سمت کاخ ضحاک. وقت رویارویی نهایی رسیده بود. فریدون مثل یه فاتح وارد کاخ نشد، مثل یه آزاد کننده اومد. تمام طلسم‌ها و جادوهای اهریمنی ضحاک را شکست. زندانی‌ها را آزاد کرد و روی تختی نشست که 1000 سال جایگاه ظلم بود. و بالاخره اون لحظه‌ای که 1000 سال همه منتظرش بودن فرا میرسه. ضحاک برمیگرده و فریدون رو روی تخت پادشاهی خودش میبینه. نبرد نهایی برای سرنوشت جهان شروع میشه.
ولی درست وقتی که فریدون میخواد با گرز گاوپیکرش کار ضحاک رو تموم کنه، یه اتفاق عجیب میفته. فرشته پیام آور جلوش ظاهر میشه و یه فرمان اسرارآمیز بهش میده. و طبق اون فرمان ضحاک کشته نمیشه. فریدون اون رو با زنجیرهایی که هرگز پاره نمیشن میبنده و تو دل کوه دماوند زندانیش میکنه. یعنی ببینید، شرارت نابود نمیشه، بلکه مهار میشه، به زنجیر کشیده میشه. و با زندانی شدن ضحاک انگار یه نفس راحت به دنیا برمیگرده. سرزمین از پلیدی پاک میشه و فریدون با برپا کردن جشن مهرگان شروع دوران جدیدی از عدالت و شکوفایی رو اعلام میکنه. و داستان اینجا ما رو با یه سوال خیلی عمیق تنها میذاره. آیا شرارت واقعا از بین میره یا فقط تو اعماق تاریکی به زنجیر کشیده شده و منتظر تا یه روزی دوباره برگرده؟ این نبردیه که شاید هنوز هم تو دنیای خود ما ادامه داره.